نارنجی رو ببینم، وگرنه ویدیو تمام. و مجازات این ویدیو اینه که اگه من ببازم از فردا قراره استریم داشته باشیم. خب بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها عجب جای خوبی اسپان شدیم واقعا. نظر شما راجع به اینجا چیه؟ بچه ها اون مود ادانی بود که انیمیشن راه رفتن و تغییر داد. حالا نمیدونم چرا رو این ورلد نیومد. حالا انشالله از ویدیوهای بعدی با اون پیش میریم. چوب بکنیم. بچه ها هدف این ویدیو هم بیدن آهندی همین. و خوشحالم که هم هدف آهنه هم الان چیز نارنجی فکر نکنم در حالت طبیعی تو بازی باشه. بچه ها راستی تنظیمات منو رو پاکت بود، قلبا بالا بود. الان دوباره قلبا رو برگردوندم به پایین. خب بچه ها پیش به سوی پایین ماین میکنیم که آهن پیدا کنیم، چون نه بایوممون ویلیج زیاد داشت و دورورمون بایوم دیگه نیست که من برم دنبال ویلیج. بچه کلنگ سنگیمون شکست و تونستیم زغال پیدا کنیم. چقدر کندکاری کردیم اینجا رو که کلی رفتیم جلو و تازه فهمیدیم کم اومدم پایین و زغال پیدا کردیم. بابا عجب زغالایی. ساغل بچه آهنم پیدا کردیم و تمام. فقط کافی الان یه کرافتین تیبل بسازم و با کرافتین تیبل یک زینو، یک کلنگ سنگی و تمام. چالش آوردیم.